مثل یک خیال سفته، اما بیادرم سلیمانه پیدا کردم. بیادرم پیدا کردم. پیدا کردی عشقم، پیدا کردی، بیادرت پیدا کردی. او هم توپ برفی را نگاه کرده بود. توپ برفی پیش او هم بود سفته. مثل من یگانه چیزی که از خانواده ما مانده بود امو توپ برفی بود که پیشش بود. سالا منتظر بوده، شاید که منتظر همین روز بوده، منتظر بوده که مورا پیدا کنم سفده. حالا چی کنیم سفده؟ در این وقت ما باید چی کنیم ها؟ او در کجا هست؟ چی میکنه؟ علی نیکی در منطقه است نی؟ علی اما یک دقیقه این قسم یک دفعه ما قبلش خماده نمیتونم. نمیشه. درست است صبر کو، یک دقیقه آرام باش. اگه قسم در مقابلش بری از هیجان گپ زدن نمیتونی. آرام باش سیز. راست میگی، تو راست میگی سفته. خب من حالا با او چه قسم ایرازه بود؟ خیرت باشه بیادر، چرا مرا اینجا خواستی بگو؟ ایگه چی گپ شده؟ باید از شما پرسان کنم وداد. با چی تو چی میگی ها؟ یا با من ایره میگی که قاتل ارنیکو کی است یا خو من تو را هم اینجا دفن میکنم. علی هروغلو او ای کارا کده. علی هروغلو استاد علی. محافظی تو مردی استاد علی، مردی. محافظی ای طرف و طرف خود نمایی کردن تا به هیچ کس دیگه شباهت نداشتند انتقام گرفتن همو تو نیست. حالا برم بگو چی گپ شده؟ پیلوت خو میخواست قاتل ارنیکو رو بکشه، شما خو نمیخواستین که خون پدرتان در زمین بانه. با تو چی احمق؟ نه که پرسان کردن و حساب گرفتن ما با تو مانده. یعنی چی که با من نمانده؟ طالات بیادر مرا با خاطری که با پیلوت گفت که قاتل کی از کشتنش، اما او آدم سر خود تکان داده چه کار میزنه؟ از بین بردن نتونستین. ترسو شما بی غیرتا از علی هروغلو ترسیدین. باز آمده میگه با تو مانده؟ با ما مانده، البته که با ما مانده، حساب میگیرم. گفتی از علی هروغلو؟ ای که قاتل ارنیکو کی است من ایره میفهم وداد. قاتل پدرم کی است؟ پیلوت بگو برم، بچه ها را گرفتم میرم تمامشون از بین میبرم. وقتی آزاد شدم برات میگم. نه پیلوت هم یاله بود. درازش نکو وداد، گفتم وقتی آزاد شدم میگم. با مثل سنگ صبور شدم. هنوزم برام نگفتی که قاتل پدرم کی است؟ برات خود گفتم که طالات برام دروغ گفته بود. چی منو میته که برات دروغ گفته بود؟ در اصل ارنیکو را فروخته بود، به همو خاطر رو شهوده بین مانده بود. به من یک هدف دیگر را نشان داد تا کوشش کنه خدا نجات بده. نیک پیلوت به تو نگفته بود؟ بگو نیک منصرف شدین، خون پدرتان در زمین مانده. نه احمق، گپوی گاره احمق راست بوده.
کسی که به ما دروغ گفت بیادرم پیلوت بوده. قسم ما را چطور از بین برده میتونی پیلوت؟ چطور؟ اما ما از بین نمیبرم پیلوت. علی هورغلو میموره. هم یالا میخوایم برش بگویم سفدا. نمیخوایم پیش روش برم و برش بگویم که ما بیادرت هستم. اما در ذهنم یک عالم سوال از سفدا که او مرا به یاد خواهد آورد. اگر به یاد بیاره باز چه قسم عکس العمل نشان خواهد داد. شاید هم سرم قار باشه، شاید هم هیچ نخواهی که مرا در زندگیش داخل بسازه. علی چرا نخواهی؟ چرا نخواهی علی؟ نمیفهمم سفدا. پیلوت هر دوی ما میشناسیم، گذشتهشه، تجربه زندگیشه. نمیفهمم از که مرا میخواه یعنی هیچ مطمئن نیستم. پیلوت پیش ازی که بشناسی تو را مثل بیادرش فکر میکرد. پشت دوی گو که خواستگاری رفت تو را کت خود برد. امی کارکت نی؟ بله، ما مطمئن هستم که پیلوت وقتی بفهمه بیادرش هستی دنیا از او خواهد شد. از که مثل تو یک بیادر داره زیاد خوش خواهد شد. به ما باور کن. انشالله. حالا دیگه زنگ بزن و اینجا بخواهش. تنها کاری که باید بکنی همین است. زنگ بزن. علی هر قدر طالبتی همو قدر وسوسه و ترس وجودت زیاد میشه. دیگه هیچ کدام فایده ای نداره زندگی. حالا علی لطفاً، حالا تو میتونی کار کنی. زود باز زنگ بزن. پیلوت اینجا بخوای. میخوایم اما اینجا نی، در یک جای دیگه. حالا علی، حالا بفرما استاد علی. استاد. پیلوت؟ بله استاد. استاد چرا گپ زدن نمیتونم سفدا؟ چرا از تلاشگاه محکم شدن نمیتونم؟ دوری دقیقی چندین ساله در دل جمع شده علی. حالا دیگه تو میتونی. جواب بده. پیلوت؟ استاد. حتما آنتن گم کرد. چی شده؟ خیریت باشه. پیلوت میخوایم درباره یک چیز مهم کدت گپ بزنم. استاد خیریت باشه. مرا نترسان. کدام گپی شده؟ بسیار مهم است، اما اگر رو در رو گپ بزنیم بهتر خود بود. خب سعیست، پس چی کنیم؟ به دکانت بیم یا به خانت؟ کجا بیم؟ نه به هیچ کدامش نمیه. با جایی که موقعیتش روان میکنم بیا. بچه‌شم. توبه چی گپ شده باشه؟ صحیح شد.
علی چی کردی؟ قسمی که میخواستی دیگه بدد. علی و هروغلو رو تعقیب دارم. خوب است. هوش کنی گمش نکنی. تا وقت ما میایم کاملا متوجهش باشی. بدد موضوع چی است؟ نمیخوایی بگویی؟ قاتل آقا کرد اکرم زنگ زد ودت از علی خبر شده با کشتنش میره. چطور امکان داره؟ اویگار حالا چی کنیم؟ علی کسی که دیشب اینجا آمده بود علی بود. دوباره بیادر خود فهمیده. اویگار وضعیت از چی قرار است؟ پلانت یکی عملی میشه. خوبش. ودت از علی خبر شد. علیام ایره فهمید کسی که مشکلات برا من انداخت آقا کرد است. آقا کرد با وعدش عمل نکرد. اگر مرا از علی نجات میداد حال من در این وضعیت نمی بودم. بدیلی ایره باید بپردازه. علی وقتی از خیانت آقا کرد خبر شوه باز او را خواهد کشت. ودت علی را دقیقا لحظه که بیادرها به هم میرسن جنگ جهانی باید شروع شود. سارب کل جای پر از گرد و خاک خواهد شد و وقتی که اونا از پای ماندن کسی که میمانه او فقط اویگار ساریکایا خواهد بود.
اینجا چیگه پس؟ چی جریان داره؟ استاد چرا مرا اینجا خواستن؟ باشم بیادر خیر است بریم با خانه خودمون چی میشه بیادر جان بریم ما دیگه خانه نداریم سلیمان به خاطر که مادر و پدر نداریم خانه نداریم چرا مردن بیادر اونا چرا تنها ماندن حالا که پدر و مادر ما نیست پس ما کجا بریم من زیاد میترسم بیادر بسیار زیاد نترس بیادر تیجاز من ایجستم شاید پدر و مادرم رفته باشن اما ما و تو هیچ وقت جدا نمیشیم استاد علی چرا مرا اینجا خواستی؟ چی شده؟ همینجاست؟ بله همینجاست. در اینجا پشت چی میکرده؟ به هر صورت بدون از اینکه کسی بفهمد اینجا با آرامی از بین میبرمش. بدت پیلوت همینجاست. گفتی پیلوت؟ ما برای تو میگم استاد علی گوشایت گلمه خوردنی که نمیشنوی بیبی اینجا جایی است که ما و بیادرم اینجا بودیم فهمیدی؟ تو چطور در اینجا آمدی ها؟ چرا مرا اینجا خواستی؟ چی گپ است برام بگو زود باش پیلوت های ببین به لحاظ خدا یک چیز بگو استاد علی سلیمان
چطور ها؟ ما زیاد پشت تو گشتم به خاطر پیدا کردن زیاد تلاش کردم از یتیم خانه از روزه که فرار کردی تا حاله از پالیدن تو هیچ وقت منصرف نشدیم پیلوت تو چی میگه استاد ها؟ تو چی گفته میری؟ ای که تو کجا هستی؟ در چی حالت هستی برای یک لحظه از فکرم دور نشده نه دیگه ای حقیقت نداره نه امکان نداره میفهمم به تو وعده داده بودم گفته بودم هیچ وقت جدا نمیشیم همیشه باور داشتم که تو را یک روزه پیدا میکنم پیلوت همیشه باور داشتم حاله بالاخره زنده و سلامت در پیش رویم هستی من تو را پیدا کردم بیادره پیدایت کردم تو چی گپ زده میری ها؟ تو درباره چی گپ میزنی استاد؟ تو قصد داری چی کنی ها؟ هدفت چی است؟ ببین با تو زیاد احترام دارم از او خاطر نمیتونی همراه ما بازی کنی با ما بازی نکو علی مادرم همیشه با ما چی قصه میکرد؟ مادرم با ما قصه چی نکرده بود؟ همون دیگه قصه دو بیادرانه خوبش نه این قصه را بر ما گفته بود که دو بیادرها همدیگر را زیاد دوست داشتن ای دو بیادرها وقت در جنگل ساتیری میکردن هیچ متوجه نشدن که وقت چه قسم گذشت هوا تاریک شد گرگا شروع کردن به صدا کشیدن بیادرها از ترس زیاد همدیگر بغل گرفتن رای خانه شانه با هم یک جای پالیدن اما بعدش شروع به جنگ کردن میگفتن گناهی تو است از هم دیگه جدا شد در بین جنگل تاریک در دو جای مختلف تک و تنها هر دویشان ترسیده مانده بودن بعدش مادرشان پیدا کردن و مادرشان گفت که یک بیادر امانت دیگه بیادر است هوش کنی ده امانت خیانت نکنی هرچی میشه شوه
از بیادری تان هیچ وقت روی نگردانیم. بیادر 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 پس حال تو یعنی حال تو بیادرم هستی ها؟ خدایا باورم نمیشه، هیچ باور نمیکنم. استاد علی بیادرم هست همون طرف؟ او بیادر اصلی و اصلی بیادر دوزایو میشم کاملا همون طرف. خدایا هزار بار شکر، هیچی قسم یک خواست. هم بیادر ما پیدا کردم، هم کاکا شدیم، دیگه چی میخوایم؟ پشت تو هر روز گشتم، هر روز. با وجوده که در پیشم بودی چطور متوجه نشدم؟ خدا را هزار بار شکر گزار هستم که بیادر من برم دوباره داد. یک چیز بگویم، میگن نه که گوشت از نخون جدایی نداره. یعنی وقتی تو به خاطر من خواستگاری رفته بودی نه؟ من تو را بیادرم گفته در بغل گرفته بودم. دقیقا هم وقت در دلم میفهمی چی گفتم؟ گفتم کاش هم آدم بیادر ما باشه. همه قسمم شد به خدا، همه قسم شد. اما در اول انسان حتی فکرش هم نمیکنه. بالاخره تو مولا علی بودی، یعنی تنها علی خونه بودی. اگه تنها علی می بودی باز شاید میگفتم که نام بیادر ما علی بود. به خدا هم تو یک چیز میگفتم، ای خدا قدر وقت با هم یک جا بودیم، اما از اینکه بیادر هستیم هیچ وقت نمیفهمیدیم. میگی از نامم نفهمیدیم، میگی استاد علی هستم.
اما پیلوت چی است؟ نام تو خود سلیمان است. نامت فراموش کردی؟ امکان داره فراموش کنم؟ انسان نامش فراموش میکنه؟ من در طیاره یک رستوران داشتم. از او خاطر این نام سرم ماندن دیگه. یک لقب است. در طیاره رستوران داشتی؟ گرچه امیال هم هست اما خدا نترسا مورولاکش کردن. من یک آرزو داشتم که یک طیاره بخرم. فقط امق کار تانستم. به هر صورت بانش تو بر من ایره بگو که از کجا فهمیدی من بیادرت هستم ها؟ یا حال صبر کو. من یک دفعه دیگم تو را شکم سیر در بغلم بگیرم بعد از او کل چیز برام قصه کد. درست است؟ بیا درم بیا. بیادر قندم. بیادرم. زیاد پشتت گشتم سلیمان. زیاد گشتم. به خاطر پیدا کردنت هر احتمالی که وجود داشت از پشت تمامشان رفتم. به خاطر پیدا کردنت از هیچ کار منصرف نشدم. از یتیم خانه از امو روزه که فرار کردی تا حال همیشه پشتت گشتم. روز رسید که زیاد امیدوار شدم. فکر کردم بسیار کم مانده که پیدایت کنم. اما روز رسید که کل امیدایم از دست دادم. ناتوان شدم. اما از پالیدن تو هیچ وقت منصرف نشدم. بشنو سلیمان، تغرول پدر کلان به ما چی یاد داده بود؟ کسی که منصرف نمیشه و همیشه پرنده میباشه. هیچ وقت تو منصرف نشد. درست است؟ کسی که منصرف نمیشه او همیشه میبره بیادر. از جایت نخیز. باختی. ناخدا قاتل من اساس پیلوت. نباختیم استاد. منصرفم نشده. کسی میبره که منصرف نمیشه. هیچ از یادت نمیره نی؟ هیچ از یادم نمیره. بیادر حال قصه نکردی. از کجا فهمیدی که من سلیمان هستم؟ برات قصه میکنم بیادرم. توضیح میتم. به خاطر گپ زدن در این باره هنوز زیاد وقت داریم. تو را پیدا کردم نه. دیگه از خداوند بزرگ هیچ چیز نمیخوایم پیلوت. بیادر دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشیم نی؟ هیچ. دیگه هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. چی میکنی پیلوت؟ یه دیگه چه قسم محبت از بچیم؟ بچیم و آدم قاتل پدرم است. ملالی قسم چی گفته میره؟ باز چی پلان داره؟ هر پلانی که داری داشته باش. انتقام پدرم من میگیرم. ما به خاطر امروز زنده ماندم احمق. بله یک نفر همیال اینجا روان کنین. موتر بدت ببره. عجله کنین. توپ برفی؟ بله. تو نگاش کردی؟ بله. شیشه شکسته؟ بله. ما هم نگاه کردیم. میفهمی؟ چون یادگار مادرم بود. بسیار خوب نگاش کردیم. وقتی از یتیم خانه فرار کردم فقط امور همراه خود گرفتم و دیگه ای که همراه از این خاطرات طفولیت ما تازه میشه. از یتیم خانم زیاد خاطره دارم بیادر. میفهمم. بیازو به خاطر تو را اینجا خواستم سلیمان. گفتم اینجا را هیچ وقت فراموش کردن نمیتونی. تو بگو اگه کدام جای دیگه تو را میخواستم باز وقت چی قسم ثابت میکردم که بیادرت هستم.
ما چندین بار اینجا آمده بودم بیادر، اما تک و تنها بودم. میگفتم شاید یگان چیزی به یادم بیایه، به خاطر که میگفتم شاید تو هم اینجا بیایی، از این که شاید روبرو شویم. مام همیشه می آمدم. آمده بودی؟ او هم چندین بار. در او صورت اگر روبرو می شدیم باز حتما یک دیگه خودم میشناختیم بیادر. خب نصیب دیگه. در این دنیا بجز از نصیب و قسمت دیگه هیچ چیز نمیشه. حالا بیا، به یک جای دیگه هم تو را میبرم بیادر. بیا. بله. تو رفتی در قلبم، چنان درد است که فقط تو میتونی درک کنی. تو حالا دور هستی، ده جنت همراه فرشته ها ما را ده خواب میبینی گریه میکنی. امروزی دست وقت بیدار شویم تفلکا، بپوشیم قشنگترین لباسای ما را، در دستای ما گلای وحشی تازه است. امروز مادر ما را ناراحت نمیسازیم. امروزی دست وقت داشتن تفلکا، بپوشیم قشنگترین لباسای ما را، در دستای ما گلای وحشی تازه است. امروز مادر ما را ناراحت نمیسازیم. امروزی دست وقت داشتن تفلکا، بپوشیم قشنگترین لباسای ما را، در دستای ما گلای وحشی تازه است. امروز مادر ما را ناراحت نمیسازیم. امروزی است وقت بیدار شویم تفلکا، بپوشیم قشنگترین لباسای ما را، در دستای ما گلای وحشی تازه است. امروز مادر ما را ناراحت نمیسازیم. La 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 la. ای آهنگ پدر ما به ما یاد داده بود. ببین، یادت نرفته، هنوزم به یادت هست. ای را فراموش نکردیم به یادم هست. اما یک رقم نامری مثل یک خواه مادر و پدرم به یادم هست. مثل ای که من پدر و مادرم همیشه در خواه میبینم و فکر میکنم که اونایی را برای من یاد میتن. بیادرم، ببین، اگه محبت ها در اینجا آشکار باشه یعنی هیچ مشکلی نیست. خیر ببینی بیادر جانم. جان، بله. کل آمادگی ها را بگیرین. زینب گرفت سمی علم ابراهیم. صحیح ساقو. تو برو از پارکینگ موتر بکش. موتر آقا کرد مثل همیشه اینجا می باشه. تو کتم بیا. زینب کجاست؟ در اتاقش است. چی شد آقا کرد؟ دوایش گرفته، باید از اینجا بریم خانه مریم. البته. کجا؟ با چند روز باید تک جای دیگه بریم دخترم. چرا؟ دلیلش حالا گفتنم ایتانم مجبور هستم باید بریم زینب.
خب سعیس هر جایی که میرین برین، من خودم میرم. زینب تو هم باید بری، به خاطر اهمیت تیکارم میکنم جان پدر. اما چرا؟ چرا نداره دخترم، حالا زود آماده شده گه. اله دخترم. زینب میشه موبایل تبتی؟ موبایلم چی کار دارین پدر؟ باید همینجا باشه. حداقل بانین که به سینان خبر بدم. هیچ کس از این گپ نباید خبر شود دخترم، حتی سینان. هیچ چیزی پرسان نکن، حتی اگه آرامش تام خراب شوه اعتراض نداشته باش، فقط تحت امر باش. از این قسم زندگی بیخی نفرت دارم. زینب جان موبایل تبته. تا 5 دقیقه دیگه باید دانه دروازه باشین.